دهه فجر. یکی از نعمتهای الله متعال بر بندگانش این است که مواسمی برایشان قرار داده که ثواب اعمال نیکتران چند برابر می‌گردد. در این ایام مسلمانان به رغبت در انجام اعمالی می‌پردازند که آنها را به پروردگار نزدیک کند. یکی از این مواسم با فضیلت دهه نخست ذوالحجه میباشد. الله متعال فضیلت زیادی در این ایام نهاده و بندگانش را با آن مورد اکرام قرار داده است. از ایام پرفضیلت این موسم روز ترویه، روز عرفه و روز عید قربان است. الله متعال بنا به شأن و منزلتی که دهه اول ذوالحجه داراست به آن قسم یاد کرده و می‌فرماید والفجر وليال عشر، سوگند به سپید دم و سوگند به شب‌های دهگانه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این ایام را بهترین ایام دنیا توصیف نموده و می‌فرماید بهترین روزهای دنیا روزهای دهگانه است، یعنی دهه نخست ذوالحجه. سلف صالح امت 10 روز اول ذوالحجه را مورد بزرگداشت قرار می‌دادند، همچنان که برای دهه اخیر رمضان احترام ویژه قائل بودند. حال باید بدانیم این ایام را چگونه سپری کنیم. ابن عباس رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ روزی نیست که انجام عمل نیک در آن نزد الله متعال به اندازه این روزها، یعنی دهه نخست ذوالحجه، محبوب و پسندیده باشد. گفتند ای رسول خدا حتی جهاد در راه الله؟ فرمود حتی جهاد در راه الله با کارهای نیک دهه نخست ذوالحجه برابری نمی کند، مگر اینکه کسی با جان و مالش در راه الله بیرون شود و هیچ یک از اینها را بر نگرداند. منظور از عمل صالح در این حدیث انجام هر نوع عبادت مشروع و پسندیده است، اما از روزه گرفتن، نماز خواندن، ادای حج، ذکر الله متعال، تلاوت قرآن و انفاق در زمینه‌های خیر و غیره. از اعمالی که به آن تأکید شده است روزه گرفتن در این ایام می باشد، بجز 10مین روز آن که روز عید است. از همسران بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 9 روز نخست ذوالحجه را روزه می گرفت. در مورد روزه گرفتن روز عرفه تأکید زیادی شده است و روزه گرفتن در آن معادل روزه گرفتن 2 سال می باشد. ذکر الله متعال در این ایام نیز از فضیلت زیادی برخوردار است. الله متعال می فرماید وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، و الله را در روزهای معین و هنگام قربانی کردن 4 پایانی که به ایشان داده یاد کنند. منظور از روزهای معین در این آیه دهه نخست ذوالحجه می باشد. عبادت دیگر مرسوم در این ایام ادای فریضه حج است که پرفضیلت ترین عمل آن به شمار می رود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حج مبرور را پاداشی جز بهشت نیست. عمل دیگر مرسوم در این ایام قربانی کردن است. فردی که قصد قربانی کردن دارد نباید مو و ناخن‌هایش را از اول ذوالحجه تا زمانی که قربانی کرد کوتاه نماید. آکادمی شبکه جهانی کلمه